یگان مسلمان جایز نیست که یعنی که انجام دهد طبق سنت جاهلیت. هر کار را دید که این سنت از سنت جاهلیت، هر عرف دید که از عرف عادت دوران جاهلیت می باشد، نباید که به این راه رود. هر راهی که دیدید که این راه جاهلیت باید دست کشید. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري، چنانه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علی آله و سلم در صحیح بخاری که ترجمه شده است به زبان تاجیکی ما و شما که میخوانند و هم تو میگذرند و برفت، من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما، روایت از حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین فرمود: ابغض الناس الى الله ثلاثه، بدترین مردم در پیشگاه الله سه طایفه انسان ها هستند. وقتی که این سخن میخوانید بارک الله فیکم باید که قیاس کنید که من نباشم در همین یعنی در قطار این مردم بد در پیشگاه الله مبادا من نباشم. گفته انسان باید که خودش کنترل کند، باید که خودش نظارت کند. بارک الله فیکم. ابغض الناس الى الله ثلاثه، سه طایفه انسان ها هستند که یعنی که باید مبغوض ترین، بدترین، قباحت ترین مردم می باشند در پیشگاه الله. ملحد فی الحرم، ملحد در حرم، یعنی در حرم ظلم میکردگی، یعنی در مکه، در حدود مکه جایی که حرم مقرر کرده شده در همون جا کسی در حق یک کس ظلم کند، این از همه بدترین مردم است. نخواد در همین خیل جا که ظلم حرام است و این آمده در اونجا ظلم کند. و مبتغ فی الاسلام سنت الجاهلیه، کسی در اسلام تلاش و کوشش و حرکت تشکیل میکند برای خاطر احیا کردن سنت جاهلیت. چه خیلی که حزبی ها امروز تشکیل کردن، هر حزب و هر رویه را نام اسلام. فهمیدید؟ کسی که در اسلام سنت و راه و روش دوران جاهلیت برقرار کند در اسلام از نام اسلام، این هم بدترین مردم است. و مطلب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمه، و کسی که در تلاش و در جستجوی ریختن خونی بغیر حق باشد، یعنی یک انسان از پشتش میپاید میگردد که چیکار کنم که همینه به قتل رسانم ناحق. این چنین انسان ها یعنی که از مبغوض ترین، بدترین، خنک‌ترین انسان ها محسوب میشوند در پیشگاه الله حق سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی از چنین انسان ها ما و شما را از چنین خصلت ها نگه داشته باشد. نه. و شیخ میفرماید فالمتبع سنة الجاهلیة ابغض الناس الى الله سبحانه. اکنون یعنی از این حدیث جای اساسی را گرفته می شود، یعنی که موضوعی ما در داخل این حدیث هست. و مبتغ فی الاسلام سنة الجاهلیه فالمتبع سنة الجاهلیة ابغض الناس الى الله سبحانه. شیخ می فرماید که کدام انسانی که به راه و روش دوران جاهلیت اقدام میزند وی از همه بدترین انسان ها است در پیشگاه الله حق سبحانه و تعالی. چرا؟ لأن الله جعلنا على شریعة کاملة شاملة تامة، چونکه الله سبحانه و تعالی ما را در یک شریعت مانده است که این شریعت پره است، همه چیز دارد، یگون نقصان ندارد که محتاج به حزب تحریر، محتاج به حزب نهضت، محتاج به جماعی تبلیغ یعنی که تکفیر و هکذا، محتاج این نیست. ما دین کامل داریم. بس چرا از این دین یعنی که ما برآمده با یک دینی نوی تشکیل میکنیم، یا که بگیم در داخل این دین استاده که حق دارد که بالای شریعت الله سبحانه و تعالی با یک قانون اعلام کند. الله سبحانه و تعالی برای کامل بودن، شامل بودن و تام بودن این دین در قرآن در سوره مائده در آیت 3 میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من برای شما دینتون مکمل کردم ای حزبی ها. و اتممت علیکم نعمتی، نعمتی خود را برای شما ارزانی بخشیدم. شما محتاج یعنی که دیگه نعمتهای غرب و شرقی که شما را فریب کرده در بین مسلمان ها تفریقه انداختنتونه، یعنی که محتاج اون نیستید. نعمتی مرا چه خیلی شما میپردازید، یعنی که از آن و از دیگر جا یعنی که چیکار میکنید در اساس دموکراسی حزب اسلامی تشکیل کرده مردم سرسام میکنید در بین مسلمان ها.
و رضیت لکم الاسلام دینا، من برای شما اسلام را همچون دین پسندیدم. آخر رضاگی الله در این دین باشد، بس شما رضاگی، بس چرا شما رضاگی غیر الله را میجوید؟ معلوم است که رضاگی الله را میخواهی در این دین میابی. اگر از این دین بیرون یکون کار کرده به نام دین، تو از رضاگی الله دست کشیدگی میشوی. وقال، و الله سبحانه و تعالی میفرماید در دیگر موضع، یعنی در سوره جاثیه آیت 18 تا 19: ثم جعلناك على شریعه، ما تو را در بالای شریعت برقرار کردیم، استوار کردیم. ای طریقت و سنه، در بالای یک راه هستی تو، در بالای سنت هستی. من الامر، این راه، این سنت، این شریعت، من الامر ای من الدین، از دین است. یعنی این کارهایی که تو، یا که این احکامی که تو از نامی دین گپ زدی، یعنی که از نام شریعت گپ زدی، در شریعت این خیل است، در شریعت این است، در شریعت این جایز است و ناجایز است گفتن، تو همین اینها از پیش تو نیست. من الامر، یعنی اینها از دین، پیغمبر از دین گپ میزند. الله سبحانه و تعالی خطاب به پیغمبرش میکنه که ثم جعلناك على شریعه من الامر، یعنی از این دین ما تو را یک قانون، یک شریعت، یک راه و روش برای تو یعنی که مقرر کرده هستیم. فتبعها ای فتمسک بها، تو باید که این شریعت سخت قپی، از شریعت بیاری این کار نکنی. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، تو خواهشات نفسانی کسانی که علم و بی سواد، یعنی که علم ندارن و بی سواد و جاهل هستن اپشی و یا نرا. انا خیلی که امروز حزبی ها یک دوسه مثال که چه اپشی بی سوادا میرون، علم ندارن، کورکورانه. من به نزدیکی میگویند یک مجلس انده، وقتی که او را به تنگش میارند که رابر یا حزب که میگن که آخه این آیات رو شما نادرست ترجمه میکنید، شما ناحق هستید. من مثلا یکی از همون نماینده‌های همین تشکیل کننده حزب نهضت بودم، شما خطا هستید، ما توبه کردیم. میگه که ما اكو تو مردن همین خیل میرویم. معنی گپش ما تو مردن همین خیل میرویم، در روز قیامت یعنی دامن شما رو میگیریم که شما ما یعنی که ناحق بودیم. چرا تو رو گفته ایست از نامرده، چرا کارت به روز قیامت میمونید؟ در روز قیامت فقط کافر هستن که آرزو میکنند که دوباره به دنیا گردند. نخود که تو اینقدر بی سواد یعنی که احمق باشی که تو برای تو قرآن و حدیث پیشنهاد میکنند ناحق بودم، یعنی الله من هدایت کرد، میگوید یعنی یک برادری مسلمان تو میگویی که نه شما تشکیل کردید همینه، ما با شما باور کردیم و تو باور کرده باشی، بس چرا امروز باور نمیکنی که ناحق بودنی شما را یعنی اثبات کرده است؟ بنابراین الله سبحانه و تعالی با پیغمبرش خطاب میکند ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، این به سوادره، این به علم را از پس یعنی خواهشات نفسانی اینا نرو. انهم لن یغنوا عنك من الله شیئا، اینها یعنی این انسان‌ها چنین انسان‌هایی هستند که لن يدفعوا عنك شیئا، از تو یگان چیز حمایه کردن نمیتونن. ما میگیم که مثلا میگیم ما ناموس مسلمان ها را حمایه میکنیم، ما حقوق مسلمان خاک تو حمایه میکنیم. یگان چیز حمایه کردن نمیتونی. هر جا که شما هستید در همونجا فسادی است، هر جا که شما هستید در همونجا یعنی که یک مصیبت و یک بلا و یک مشقت در سر مسلمان ها میبود، ولی مسلمان ها این حال درک نمیکنن. مسلمان ها این حال درک نمیکنن. مانند بعضی کشورهای عربستان که وقتی که جنگ و جدال و وقتی که مثال گیریم با دولت‌های جنگ میخیزونن که حال آماده جنگ کردن هستند و خودشون میگریزن، دیگه دولت‌ها رفته استراحت میکنن، یعنی که مسلمانای عادی چه هلاک و فوتیدن میگیرن. بعد میفهمن لیکن دیر میشه. بارک الله فیکم. انهم لا یغنوا عنك من الله شیئا، این کسانی که علم ندارن، بی سواد هستن، از پس خواهشات نفسانی ایشان نرو که اینا از تو از طرف الله یگون چیز دفع کردن نمیتونن. الله با میبینه از سر چه خیلی بلا رو میفراد که دیگه اینا همش میگریزن میرن. و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، این ظالم ها بین یکدیگرشون یاردمچی یکدیگرن. والله ولی المتقین، الله باشد کمک رسان و دستگیری تقوادار هاست. دیده تقوا از چی عبارت؟ یعنی که این آیت به چی خاتمه داده شده است؟ والله ولی المتقین، الله یعنی کمک رسان و دستگیری متقین هستند. اگر خواهی که تو از متقین باشه ای مسلمان، باید که تو حس کنی که الله سبحانه و تعالی تو را در یک راه قرار داده است یا که گذاشته است که این راه از دین است.
فتبعها، از این راه بیرن نشو، ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ای مسلمان برای این یعنی که بخواهشات طبق خواهشات نفسانی اینها، طبق برنامه‌های فریب کردی اینها، دروغ اینها نرو که اینها لا یعلمون، علم ندارن. انهم لا یغنوا عنك من الله شیئا. فقط برای خاطر این راه الله بیرون شدن از یک بلا در سرت الله میبرن، اینها دیگر تو را حمایه کردن نمیتوانند. چندین خوارج هست که برای خاطر از دولت گریزم گفته چیکار منه در حزب نهضت داخل میشوند، به حزب نهضت پناه میبرد که دولت منه دستگیری نکند. گفته نگاه کنید، به حزب نهضت پناه میبرد، توبه به الله نمیکنه از خوارجش. فهمیدید؟ چندین انسان ها را ان شاء الله نام و نسبشون رو میدونیم که بارک الله فیکم، یعنی که از کار خوارجی، از بی عقلی، از بی فراستی، یعنی از کارهای نادرستی که ضد قانون الهی اولا می باشند، که ثانیا ضد یعنی که حکومتی یعنی که امروزی ما می باشند، گریخته چیکار کردن در حزب نهضت اسلامی شامل شدن، گویا که پناه بردن برای هم یک کارش که گرفتن. اما امروز در کجا هستن؟ در حبس خانه. وقتی که الله سبحانه و تعالی مقرر کرد که اون جزایی که اون یعنی که مصیبتی که در سر مسلمان ها آوردی، اون دسیسه که در بین مسلمان ها پهن کردی، وی جزاش باید بینی، باید جزای او یعنی که دیده نمیشه. وقتی تو توبه میکرد، توبه نکردی، تو بجای توبه کردن چیکار کردی؟ تو به حزب پناه بردی. انا الله در سرت بلا را که فرستانید، اینها این حزبی ها لا یغنوا عنک من الله شیئا، هیچ کارت کردن نمیتونن از یعنی که از الله تعالی اینا دیگه حمایه کردن نمیتونن. و ان الظالمین بعضهم اولیاء، بعض این ظالم ها، این کافرایی که مثلا در بین مسلمان ها تفریقه میاندازن، اینها یاردمچی یکدیگرن، شما رو یاردم نمیتن، اینها یاردمچی یکدیگرن، دوستدار یکدیگرن، دستگیر یکدیگر هستن. والله ولی المتقین، الله باشد دوستی نزدیک، کمک رسان دستگیری یعنی متقین ها هست. برای متقین شدن باید که اینها را انسان خواند، باید انسان را اینا را خوانده یعنی خلاصه برده. بارک الله فیکم. نعم. فهمان